چهره‌های ماندگار. سپیتامین پرچمبردار جاده آزادی و استقلال. او مجبور شد که دسته‌های جنگاورانش را تقسیم نموده با راه خشکی و بحر سوی بابل رهسپار گردد. با دسته قشون‌های با راه خشکی رهسپارش خود اسکندر مقدونی و با سربازان با راه بحری روانه‌اش سرور فلات نیارخ راهبری می‌کرد. بعد عذاب و مشقت‌های گران و پیمودن بیراهه‌های دشوارگذر لشکر اسکندر با بابل برگشت و خود او سال 323 پیش از میلاد در 33 سالگی از دنیا گذشت. و نهایت امپریایی که از پهناهای دونای تا سرزمین هند، از بحر میان زمین تا ساحل دریای سیر دامن افراخته بزرگترین دولت دنیای قدیم بود، بعد مرگ اسکندر مقدونی پراکنده شد و در حدود آن دولت‌های جداگانه پدید آمدند. نیاگان باختری و سغدی تاجیکان را با هیئت دولت هخامنشیان عمومیت زبان، عمومیت مذهب، عمومیت فرهنگ آریایی و نهایت تقدیر یگانه تاریخی متحد ساخته باشد. در دوره استیلای اسکندر مقدونی هویت وطن پرستی و استقلال خواهی آنها بالا گرفته، بعد هلاکت سپیتامین و پخش گردیدن شورش‌های خلقی باختر سغد به تصرف استیلاگران یونانی و مقدونی در آمدند. نیاگان باختری و سغدی تاجیکان را با هیئت دولت هخامنشیان عمومیت زبان، عمومیت مذهب، عمومیت فرهنگ آریایی و نهایت تقدیر یگانه تاریخی متحد ساخته باشد. در دوره استیلای اسکندر مقدونی هویت وطن پرستی و استقلال خواهی آنها بالا گرفته، بعد هلاکت سپیتامین و پخش گردیدن شورش‌های خلقی باختر سغد به تصرف استیلاگران یونانی و مقدونی در آمدند. سبب‌های اساسی شکستن تلاش‌های استقلال خواهی و مقاومت مردم باختر سغد را ما باید از متشکل نمودن نیروی شورشگران و قوه مرکزیتناک حربی نداشتن آنها با طبقه‌های دارا و مردم با نفوذ محلی مناسبت‌های خویش و تباری پیدا کردن اسکندر و سرلشکران وی، اینچنین با اعیان و اشراف و حاکمان سابق دادن منصب امتیازها و دیگر سمت‌های سیاست سازشکارانه این لشکرکش کشورکشا بجوییم. هرچند مبارزه شدید استقلال خواهی و وطن دوستی نیاگان ما تحت سروری سپیتامین عاقبت به شکست و بی‌براری ها دچار شدند، کارنمایی های بی‌مثل و مانند آنها در صحیفه های تاریخ تا به روزگار ما به یادگار مانده است. ما امروز کارنمایی های سپیتامین دلاور و همصفان او را قدرشناسی نموده برای زنده داشتن نام نیک و خاطره بیگزند فرزندان فدایی وطن آردن سپیتامین را تأسیس دادیم که آن برای شجاعت و کارنمایی‌های وطن دوستانه و ادامه عنعنه نیک حفظ مرز و بوم سرزمین اجدادی به وارثان واقعی این مرد قهرمان داده می شود. تاریخ کارنمایی‌های فرزندان خود را هرگز فراموش نمی‌کند. در صحیفه‌های تاریخ ملت تاجیک صدها آشوب‌های خرد و بزرگ ثبت شده است که هدف اصلی آنها ریشه‌کن نمودن ظلم و استبداد اجنبیان و رسیدن به استقلال و دولتداری ملی بود. امروز وطن واقعی سغدیان سابق ولایت لین‌آباد به خاطر رعایت عدالت تاریخی ولایت سغد و ناحیه سابق نو به خاطر کارنمایی‌های بی‌زوال و آرزوی آرمان‌های نجیب سپیتامین و همصفان دلاور او ناحیه سپیتامین نامیده شده است. محض جانبازی و تلاش‌های پی در پی سپیتامین و صدها فرزندان فدایی بود که تاجیکان توانستند در طول هزار ساله‌ها فرهنگ دولتداری خویش را نگاه داشته این سنت آریایی را پشت به پشت تا به روزگار ما برسانند و دولت ملی صاحب استقلال یگانه و به همتای خود را عمری جاودانه بخشند. در اینجا تاریخ روزگار سپیتامین پرچمبردار جاده آزادی و استقلال و سرگذشت پر از فاجعه او به پایان رسید.